اگه میخواید یه زرشپلوی رستورانی درست کنید که همه ازش تعریف کنن، این روش رو برید جلو که حرف نداره. اول مرغ تو آب نمک و 2 تا قاشق سرکه بذارید از شب قبل بمونه. اینجوری هیچ بوی زهمی بعد از پخت نمیگیره. حالا به مرغا زردچوبه و فلفل سیاه بزنید و تو ترکیب کره و روغن سرخشون کنید. اصل کاری این غذا هم یه سس خوشمزه است. برای سسش کرفس و هویج و پیاز و فلفل دلمه رو تو همین روغن با رب و ادویه سرخ کنید. در ادامه‌ش هم جای آب خالی آب زعفرون اضافه کنید و بذارید مرغا با برگ بو 2 ساعت بپزن که پنبه‌ای بشن. نیم ساعت 40 دقیقه آخرم بعد اینکه برنج رو دم انداختید یه زرشکم با شکر و زعفرون یه تفته کوچیک بدید. من که برای هر کدوم از دوستام این زرش پلو با مرغ با همین روش درست کردم، واقعا ازش لذت برده. امیدوارم شما هم درست کنید و دوستش داشته باشید.